دوستان، به کانال ارگ برتر خیلی خوش اومدید. این ویدیو نسخه VIP آموزش هستش و مرتبط با آهنگ ای ایران هستش. بریم برای ادامه. سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدی به این ویدیو و ازت ممنونم که این آموزش رو برای هرچه بهتر یاد گرفتن ارگ تهیه کردی. در رابطه با آهنگ ای ایران باید چند تا نکته رعایت بشه که بتونیم خیلی بهتر ارگ رو بزنیم. اول این که ما عنوان کلاویه رو روشن میکنیم، از قسمت ستینگ میریم کیبورد و عنوان کلاویه رو روی اعداد دو ره می فا صل لا سی قرار میدیم و توجه داشته باش که کلید شروع باید گزینه 2 باشه، گزینه‌های دیگه شروع نشه لطفا. دومین چیز اینه که کلیدهای سیاهمون رو اندازش رو کوتاه‌تر می‌کنیم. برای این کار دوباره وارد تنظیمات میشیم توی بخش کیبورد و از اینجا اندازه‌های کلیدهای سیاه رو همونطور که می‌بینیم روی حالت هالف قرار دادم و دوباره برمیگردیم عقب و به این شکل. و میمونه انتخاب ساز و ریتم متناسب با این آهنگ. برای انتخاب ساز خوب میریم از قسمت سازها و همین ساز رو انتخاب میکنیم و از قسمت ریتم ها هم میایم توی قسمت P5 و همین ریتم رو انتخاب میکنیم بدون بارگذاری ست یا هر چیز دیگه. بله، آهنگی که امروز قراره یاد بگیریم آهنگ ای ایران یه آهنگ معمولی نیستش و یه ساختار منظمی داره که برای یاد گرفتنش حتما باید نوتای اون آهنگ رو حفظ باشیم یا حداقل شعر اون آهنگ رو حفظ باشیم که متناسب با یکی از این موضوع بتونیم آهنگ خودمون رو اجرا بکنیم. ببین این نکته رو فقط بهت بگم که این آهنگ به صورت بخش هستش. اونجایی که آهنگ ای ایران اینطوریه که ای ایران ای مرز پرگوهر، نکنید این آهنگ چون بخشه ما به این صورت میزنیم. پس کلا دد 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 به همین شکل میزنیم کل آهنگ. خب حالا چون شعرش رو هم که حفظ هستیم دیگه کارمون دیگه راحت تره دیگه. خب بخش اول خب از این قسمت میشه چی؟ میشه می سی دو ره دو سی، به همین راحت. یا به روایتی ای ایران ای مرز پرگوهر. اینجا دوباره بهتون آموزش میدم. پس شد می سی دو ره دو سی. یه بار دیگه با هم میزنیم. همین راحتی. حالا همین رو روی ریتم اجرا میکنیم. پس به همین حاله. بعدش میبینیم که توی آهنگ اصلی اتفاق خاصی میفته اینجا که توی آهنگ اصلیش میگه حالا ما از پایه شروع میکنیم تا ادامهش رو بتونیم بزنیم. پس بعد اینکه این بخش رو زدیم میریم سراغ بخش بعدی. پس بخش بعدی میشه از بخش اول میزنیم. اینجا رو یاد گرفتیم. حالا اینجا بعدش رو میخوایم یاد بگیریم. اینجا بعدش چیه؟ اینه. خب پس میشه میره دو سی تا اینجا یاد میگیریم ای خاکت سر. پس بعد اینکه اونو زدیم بلافاصله اینو میزنیم لا سول لا دو سی، ادامهش میشه به همین راحتی. پس از اول با ریتم اجرا میکنیم.
خیلی راحت. خب نوتای این ویدیو رو هم در آخرش واسه شما قرار میدم که خیلی راحت‌تر با کمک نوت بتونید بزنید، چون مهم ریتم و ساز متناسب با این آهنگ بود. خب اما ما اینجا نوت رو هم نحوه اجراش هم به شما میگیم، ولی خب میخوایم تو کوتاه‌ترین زمان مفیدترین آموزش رو خدمت شما رو بدیم تا وقت شما گرفته نشه، الکی این بر اون بر نزنید. خب این از این. پس این رو هم زدیم اینجا، بس تا کجا ادامه دادیم؟ تا اینجا شد دیگه. خب تا اینجا شد. حالا دوباره ادامهش میشه که بعد اینکه اون بخش رو زدیم میشه اینو میزنیم می دو سی لا سول فا می فا ره. خب بعد ادامهش میشه دوباره سول فا می لا سول فا می ره فا می. به همین راحتی. پس خیلی راحت ما الان تونستیم بخش اول این آهنگ رو بزنیم، در حالی که نوت رو هم در اختیار داریم و خیلی راحت‌تر با کمک نوت ما میتونیم خیلی قشنگتر بزنیم. حالا در ادامه بعد اینکه این رو زدیم یه بار دیگه همین چیزی که تا الان زدیم رو با ریتم میزنیم. حالا انجابدش رو میخواییم بگیریم. انجابدش چیه؟ میگه می ره فا می ره دو می ره دو سی دو ره سی لا. به همین راحتی. خب این رو که زدیم دوباره همین رو به نوعی برمیگردیم بالا. به چه صورت؟ به این صورت. اینو برگشتیم بالا، ادامهش میشه لا سی دو ره می فا ره می فا ره می فا می. پس اینجا ادامه میدیم، دوباره ریتم قطع میکنیم تا بهتر بتونیم متوجه بشیم. پس بخش اولی که زدیم رو هنگامی که زدیم توی بخش دوم که بخش اول اینجا تمام میشه، تو بخش دوم میشه خب دوباره اینجا خیلی راحت، به همین راحتی. بعد دوباره ادامهش میشه پس ببین نوت‌های سیاه اسمش دیز هستن. وقتی که ما تا اینجا زدیم، وقتی که ما اینو اومدیم پایین و دوباره برگشتیم بالا، خب اینو دوباره برگشتیم بالا میشه پس میشه ره دو دیز می ره سی لا دو سی. حالا مثلا توی خود آهنگ مثلا میشه در راه تو، در ادامهش چی؟ خب بس ادامهش میشه سول سول لا سی دو لا سول. خب سول سول لا سی. همین راحتی. همین راحتی. میگم شما هر چقدر خودت نوت رو داشته باشی و مانور اصلی روی اون نوته، خب یعنی شما با داشتن نوت خیلی راحت میتونید ارگ زنی بکنید. من نوت رو در اختیار شما قرار میدم و تمپو ساز و ریتم رو من بهتون گفتم. تمپو روی خودش همون 114 بذارید بمونه، تکون ندید و همینطوری بزنید. خیلی
راحت میشه این آهنگ رو زد و برای شروع و تمرین نوازندگی خیلی میتونه بحث مهمی باشه. بازم هر جا سوالی چیزی پیش اومد توسط ادمین بپرسید، حتما جواب داده میشه و حتما تمرین کنید. ممنون که این ویدیو نگاه کردید. خدا نگهدار.